حتی فکرش هم نمیکنه، حتی تو تصورات خودش هم نمیبینه که امروز تو ایران چه اتفاقی داره میفته. هزار نفر آدم کشته شدن، دوستا، رفیقا، تمام عزیزان ما کشته شدن تو ایران. فقط صدای ما باشید، بهتره صدای ما دنیا بشنوه. اگر توی چند روز آینده اتفاقی نیفته همه ایران قتل عام میشن، همه ایران قتل عام میشن. به خدا نمیخوام اغراق کنم ولی واقعا وضعیت وحشتناک و خفقانه. فقط باید از بیرون کمک بشه. اینجا هیچ اتفاقی نمیده، با دست خالی هیچی نمیشه، باید از بیرون کمک بشه. نام وحشتناکی رخ داده، به چشم دیدیم تو خیابونامون، در خونه هامون آدم بوده در خونه کشته، دختر 17 ساله 18 ساله 16 ساله در خونه کشته شده. نمیتونم الان واقعا اسم بگم، چون واقعا امروز اگر مثلا تلفن من شنود بشه یا هر اتفاقی بیفته، ماهوارا رو دارن جمع میکنن، برگشتیم به 100 سال قبل. ماهوارا دارن جمع، اینترنت قطع، وضعیت وحشتناک و واقعا غیر قابل توصیفی توی ایران هست. اگر صدای منو میتونید پخش کنید تو شبکه‌های تو واقعا پخش کنید، تو واقعا داره جنایت جنگی، جنایت علیه قول گفتنی بشریت تو ایران اتفاق میفته. میگن 12,000 نفر، نمیدونم 10,000 نفر، بیزن شوخی در برابر چیزهایی که ما به چشم نمیشه اصلا گفت که چه جنایتی دارن تو ایران میکنن. همه تون دوست